چرا در زمانی که مسلمانان زیر سخت‌ترین فشارها بودند چنین سوره‌ای نازل شد؟ چرا خداوند به جای آغاز با سخن از دشمنان، جنگ یا مجازات با نام الرحمن سخن را شروع کرد؟ و چرا در میان آیات این سوره یک جمله 31 بار تکرار شد؟ جمله‌ای که قرن‌هاست میلیون‌ها انسان آن را می‌خوانند، اما بسیاری هنوز عمق پیام آن را در نیافتند. پاسخ این پرسش‌ها تنها یک تفسیر ساده نیست. این پاسخ سفری است به قلب یکی از شگفت‌انگیزترین سوره‌های قرآن. سفری که تاریخ، زبان، ایمان و نشانه‌های الهی را به هم پیوند می‌دهد. السلام علیکم، به پادکست نور خوش آمدید. این داستان شگفت‌انگیز سوره الرحمن است. در روزگاری که این سوره نازل شد، مکه شهری بود که قدرت در دست قریش قرار داشت. ثروت، نسب، بت‌ها و تجارت 4 ستون اصلی جامعه بودند. پیامبر اسلام سالها مردم را به یکتاپرستی دعوت کرده بود، اما هر روز بر دشمنی مشرکان افزوده می‌شد. آنان قرآن را شعر می‌نامیدند، گاهی آن را سحر می‌خواندند و گاهی ادعا می‌کردند که این سخنان را انسانی به پیامبر آموخته است. هر بهانه‌ای می‌آوردند تا حقیقت را انکار کنند. در چنین فضایی سوره الرحمن نازل شد. سوره‌ای که از همان نخستین آیات همه معادلات را تغییر داد. الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمه البیان. ترتیب این آیات از نگاه بسیاری از مفسران خود حامل پیامی عمیق است. پیش از آن که سخن از آفرینش انسان به میان آید، خداوند از آموزش قرآن سخن میگوید. گویی بزرگترین نعمت الهی نه ثروت است، نه قدرت، نه حتی خود زندگی، بلکه هدایت است. هدایتی که مسیر زندگی را معنا میبخشد. این ترتیب برای مردمی که ارزش انسان را با ثروت و قبیله میسنجیدند تکان دهنده بود. قرآن به آنان اعلام میکرد که کرامت واقعی از شناخت حقیقت آغاز می شود. اما شگفتی سوره هنوز آغاز نشده بود. هرچه آیات پیش می روند، تصویری با شکوه از نظم جهان آشکار می شود. خورشید و ماه با حسابی دقیق حرکت می کنند. ستارگان و درختان در برابر فرمان خدا سر تعظیم فرود آوردند. آسمان برافراشته شده و میزان و عدالت در آن قرار گرفته است. زمین برای همه موجودات گسترده شده و انواع میوه‌ها، نخل‌ها، دانه‌ها و گیاهان خوشبو از آن روییده‌اند. در ظاهر اینها توصیفی از طبیعت هستند، اما در حقیقت دعوتی برای اندیشیدنند. در جهانی که هر پدیده بر پایه نظمی دقیق استوار است، چگونه ممکن است انسان آفریننده این نظام را انکار کند؟ درست در همین لحظه برای نخستین بار آن جمله تکرار می شود. جمله‌ای که به امضای این سوره تبدیل شده است. فبأی آلاء ربکما تکذبان. پس کدام یک از نعمتهای پروردگارتان را انکار می کنید؟ این پرسش پاسخ نمی خواهد، بلکه وجدان را بیدار می کند. نکته‌ای که بسیاری از مردم به آن توجه نمی کنند این است که مخاطب این آیه تنها انسان نیست. واژه ربکما به 2 گروه اشاره دارد: انسان و جن. از آغاز تا پایان سوره هر دو مخاطبند. هر دو در برابر نعمتهای الهی مسئولند. هر دو روزی در برابر پروردگار پاسخ خواهند داد. همین ویژگی سوره الرحمن را در میان سوره های قرآن منحصر به فرد کرده است. در روایات آمده است که هنگامی که پیامبر این سوره را برای اصحاب تلاوت کرد، فرمود: جنها از شما پاسخ بهتری دادند. هر بار که این آیه را میشنیدند میگفتند: پروردگارا، هیچ یک از نعمتهایت را انکار نمی کنیم. همه ستایش برای توست. این روایت معنای تازه‌ای به تکرار آیه میبخشد. گویی خداوند بارها از بندگان میپرسد: اکنون چه میگویید؟ آیا هنوز هم این همه نعمت را نمیبینید؟ اما پرسشی بزرگ همچنان باقی است.
چرا دقیقاً 31 بار؟ آیا این تنها برای زیبایی ادبی است یا رازی عمیق‌تر در پس این تکرار نهفته است؟ برخی از مفسران گفتند این تکرار همانند کوبیدن آرام اما پیوسته بر در قلب انسان است. 1 بار شاید شنیده نشود، 2 بار شاید فراموش شود، اما وقتی این پرسش بارها و بارها تکرار می شود، دیگر گریزی از اندیشیدن باقی نمی ماند. گروهی دیگر معتقدند که هر بار این آیه پس از بیان بخشی از نعمتهای دنیا، آفرینش، قیامت، بهشت یا هشدارهای الهی آمده است. گویی پس از هر حقیقت بزرگ، خداوند از انسان و جن میپرسد: اکنون پس از دیدن این نشانه چه چیزی را انکار خواهید کرد؟ همین ساختار ریتمی پدید آورده که حتی دشمنان سرسخت اسلام را نیز شگفت زده می‌کرد. آنان بارها کوشیدند مانند قرآن سخنی بیاورند، اما نه آهنگ آن را توانستند تقلید کنند و نه تأثیرش را. هرچه روایت سوره پیش می رود، فضا آرام آرام تغییر می کند. پس از نمایش نعمتها، سخن از پایان دنیا به میان می آید. همه چیز فانی است و تنها ذات پروردگار باقی خواهد ماند. انسانی که خود را شکست ناپذیر می پندارد، ناگهان با حقیقتی روبرو می شود که هیچ قدرتی توان فرار از آن را ندارد. و درست در همین نقطه، سوره وارد مرحله‌ای می شود که بسیاری آن را اوج عظمت خود می دانند. جایی که از روز حساب ناتوانی انسان و جن در گریز از فرمان خدا و سرنوشت کسانی سخن می گوید که حقیقت را پذیرفتند یا انکار کردند. اما این تنها آغاز رازهای سوره الرحمن است. در ادامه خواهیم دید چرا مفسران این سوره را عروس قرآن نامیدند. چرا ترتیب نعمتها و هشدارها چنین دقیق انتخاب شده است و چگونه یک جمله که 31 بار تکرار می شود به یکی از عمیق‌ترین پیام‌های قرآن تبدیل شده است. در همین نقطه فضای سوره به شکلی آرام اما عمیق تغییر می کند. تا اینجا مخاطب بارها نشانه‌های رحمت را دیده است. آفرینش انسان، نظم آسمان‌ها، گستردگی زمین، میوه‌ها، درختان، دریاها، کشتی‌ها و همه آنچه زندگی را ممکن می‌کند. اما قرآن تنها برای توصیف زیبایی‌های جهان نازل نشده است. اگر نعمت‌ها نشان داده می‌شوند، برای آن است که انسان بداند هر نعمتی مسئولیتی نیز به همراه دارد. پس از هر بار شنیدن این پرسش، فبأی آلاء ربکما تکذبان، فاصله میان انسان و حقیقت کمتر می شود. این دیگر فقط یک آیه نیست، گفتگویی است که خداوند با وجدان بندگان خود برقرار می کند. پرسشی که هیچ کس نمی تواند از آن فرار کند، زیرا پاسخ آن پیش از آن که بر زبان جاری شود در دل انسان آشکار است. یکی از شگفت‌انگیزترین ویژگی‌های این سوره شیوه‌ای است که نعمت و هشدار را در کنار یکدیگر قرار می‌دهد. در نگاه نخست شاید عجیب به نظر برسد که پس از توصیف نعمت‌های فراوان، ناگهان سخن از قیامت، حسابرسی و عذاب به میان می‌آید. اما دقیقاً همین پیوند است که پیام سوره را کامل می‌کند. رحمت الهی تنها در بخشیدن نعمت نیست. گاهی بزرگترین رحمت، هشدار دادن پیش از فرارسیدن روزی است که دیگر فرصتی برای بازگشت وجود نخواهد داشت. قرآن بارها از روزی سخن می‌گوید که آسمان‌ها و زمین دگرگون خواهند شد. اما سوره الرحمن این صحنه را با بیانی متفاوت ترسیم می‌کند. آسمان که امروز نماد آرامش و استواری است، روزی از هم خواهد شکافت و رنگ آن مانند فلزی گداخته یا روغنی سرخ خواهد شد. این تصویری است که شنونده عرب آن روز هرگز مانندش را در هیچ شعر و خطابه‌ای نشنیده بود. قرآن بدون پرداختن به جزئیات غیر ضروری تنها چند تصویر کوتاه ارائه می‌دهد. اما همان چند تصویر ذهن را تا پایان سوره درگیر خود نگه می‌دارد. در ادامه خطاب به انسان و جن اعلام می شود که در آن روز هیچ کس نمی تواند با قدرت، ثروت یا نسب خود
از قلمرو فرمان الهی خارج شود. حتی اگر بخواهند از مرزهای آسمانها و زمین بگریزند، راهی نخواهند یافت مگر با قدرتی که تنها خداوند مالک آن است. این آیات غرور انسان را در هم می شکند. همان انسانی که تمدن می سازد، دریاها را می پیماید و به آسمان می نگرد، در برابر قدرت پروردگار در می یابد که همه توانایی هایش محدود است. بار دیگر همان پرسش تکرار می شود. پس کدام یک از نعمتهای پروردگارتان را انکار می کنید؟ شاید در نگاه اول عجیب باشد که پس از توصیف صحنه‌های قیامت باز هم از نعمت سخن گفته می شود. مگر هشدار نیز نعمت است؟ بسیاری از مفسران پاسخ دادند که بله، آگاهی پیش از وقوع حادثه خود رحمتی بزرگ است. همان گونه که پزشکی بیمار را از خطری جدی آگاه می کند تا فرصت درمان داشته باشد، خداوند نیز پیش از رسیدن روز حساب انسان را بارها هشدار می دهد. این هشدار جلوه‌ای از رحمت است، نه نشانه خشم. در همین بخش یکی از ظریف‌ترین نکات سوره آشکار می شود. تقریباً تمام نعمت‌هایی که پیشتر بیان شده اند برای همه انسان‌ها مشترکند. مؤمن و غیر مؤمن، فقیر و ثروتمند، همه از خورشید، باران، زمین و روزی بهره می‌برند. اما از اینجا به بعد سخن از نعمت‌هایی است که تنها نصیب کسانی خواهد شد که ایمان و تقوا را برگزیدند. فضای روایت دوباره تغییر می‌کند. پس از عبور از صحنه‌های هراس‌انگیز قیامت، ناگهان آرامشی شگفت‌انگیز بر آیات حاکم می‌شود. قرآن از باغ‌هایی سخن می‌گوید که هیچ شباهتی به باغ‌های دنیا ندارند. از چشمه‌هایی که همیشه جاری‌اند، از درختانی که شاخه‌هایشان سرشار از میوه است، از آرامشی که هیچ ترس و اندوهی در آن راه ندارد. این تغییر ناگهانی یکی از زیباترین جلوه‌های هنری سوره الرحمن است. گویی پس از طوفانی سهمگین، نسیمی آرام بر جان شنونده می‌وزد. اما حتی در میان این توصیف‌های دلنشین، آن پرسش همچنان باز می‌گردد. پس کدام یک از نعمت‌های پروردگارتان را انکار می‌کنید؟ این بار معنای آیه متفاوت شده است. دیگر سخن از خورشید و زمین نیست. سخن از پاداشی است که فراتر از تصور انسان قرار دارد. هر بار که نعمتی بزرگتر بیان می شود، همان سؤال تکرار می شود. سؤالی که اکنون نه با ترس، بلکه با امید همراه است. برخی از دانشمندان علوم قرآن معتقدند همین تکرار هوشمندانه باعث شده است که سوره الرحمن اثری ماندگار بر حافظه شنونده بگذارد. حتی کسانی که عربی نمی‌دانند، پس از چند بار شنیدن این سوره معمولاً همین آیه را به خاطر می‌سپارند. این تنها یک ویژگی ادبی نیست، بلکه بخشی از شیوه آموزش قرآن است. حقیقت با تکرار سنجیده در دل جای می‌گیرد. اما هنوز یکی از بزرگترین پرسش‌ها بی‌پاسخ مانده است. چرا این سوره با نام الرحمن آغاز شد، نه با نام‌های دیگری از اسماء الهی؟ در نگاه نخست شاید همه نام‌های خداوند یک معنا را منتقل کنند. اما هر نام جلوه‌ای ویژه از صفات او را نشان می‌دهد. آغاز این سوره با الرحمن پیامی روشن دارد. تمام آنچه در ادامه خواهید شنید، چه نعمت باشد، چه هشدار، چه قیامت و چه بهشت، همگی از سرچشمه رحمت الهی برخاستند. حتی عدالت خداوند نیز از رحمت او جدا نیست. همین نکته برداشت انسان از این سوره را دگرگون می کند. اگر کسی تنها بخش‌های مربوط به قیامت را بخواند، ممکن است تصور کند که محور اصلی سوره ترس است. اما آغاز سوره این برداشت را اصلاح می کند. نخستین واژه الرحمن است. یعنی همه این پیام‌ها پیش از هر چیز جلوه‌ای از رحمت بیپایان پروردگار هستند. در ادامه روایت نگاه به سوره الرحمن وارد لایه‌ای عمیق‌تر می شود. جایی که دیگر
فقط با زیبایی‌های ادبی یا توصیف نعمت‌ها روبرو نیستیم، بلکه با ساختاری مواجه می‌شویم که برخی از بزرگترین مفسران قرآن آن را نظم حساب شده در انتقال آگاهی توصیف کردند. پس از آن فرازهای آرامش بخش بهشت دوباره فضا تغییر می‌کند. آیات با دقتی کم نظیر مرز میان دو سرنوشت را ترسیم می‌کنند. یک سوی آن کسانی هستند که در دنیا حقیقت را انکار کردند و در نهایت با واقعیتی روبرو شدند که هیچ راه بازگشتی از آن وجود ندارد. سوی دیگر کسانی که با وجود ضعف انسانی با ایمان و آگاهی زندگی کردند و نتیجه آن را در آرامشی ابدی تجربه می‌کنند. در این نقطه از سوره دیگر سخن فقط درباره پاداش یا مجازات نیست، بلکه درباره آشکار شدن حقیقت نهایی وجود انسان است. آنچه در دنیا پنهان بود، در آن لحظه کاملاً روشن می شود. هیچ نسبی، هیچ قدرتی، هیچ ثروتی و هیچ عنوانی باقی نمی ماند. تنها چیزی که معنا دارد، حقیقت اعمال و انتخاب‌های انسان است. در همین بخش، توصیف بهشت وارد جزئیاتی می شود که در ادبیات عرب آن زمان بی سابقه بود. از دو باغ بزرگ سخن گفته می شود. باغ‌هایی که در آنها نه تنها آسایش جسمی، بلکه آرامش روحی نیز وجود دارد. سایه‌هایی که دائمی هستند، چشمه‌هایی که هرگز خشک نمی‌شوند و میوه‌هایی که در دسترسند بدون آنکه رنجی برای رسیدن به آنها باشد. اما نکته‌ای که این توصیف را متفاوت می‌کند، تأکید مداوم بر عدم وجود ترس و اندوه است. در نگاه قرآن، بزرگترین رنج انسان تنها گرسنگی یا فقر نیست، بلکه اضطراب، ترس از آینده و اندوه گذشته است. به همین دلیل بهشت در این سوره به عنوان جایی معرفی می شود که این دو احساس برای همیشه از بین می روند. این یک تصویر روانشناختی عمیق است که قرنها پیش بدون هیچ زبان علمی مدرن بیان شده است. در همین حال بار دیگر همان آیه تکرار می شود، اما اکنون با بار معنایی متفاوتی. فبأی آلاء ربکما تکذبان. این بار پرسش نه از روی هشدار، بلکه از روی یادآوری است. گویی هر بار که نعمتی جدید آشکار می شود، این سوال مانند یک نقطه اتصال میان انسان و حقیقت تکرار می گردد. برخی از مفسران گفتند این تکرار مانند ضربان قلب در متن سوره است. ریتمی که به آن حیات می دهد و اجازه نمی دهد مخاطب از پیام اصلی فاصله بگیرد. در ادامه توصیف بهشت به سطحی دیگر می رسد. از دو باغ دیگر سخن گفته می شود که در مقایسه با باغ‌های قبلی ویژگی‌هایی متفاوت دارند. رنگ‌ها، طعم‌ها و آرامش در آنها شدت بیشتری پیدا می کند. حتی گفته می شود که در آنجا میوه‌ها نه تنها برای خوردن، بلکه برای لذت بصری و آرامش روحی نیز هستند. این توصیف‌ها در حقیقت تلاش برای انتقال مفهومی است که در زبان انسانی محدود نمی گنجد. در همین بخش نکته‌ای مهم آشکار می شود. قرآن در توصیف بهشت هیچگاه وارد جزئیات بیپایان نمی شود. نه نقشه‌ای کامل ارائه می دهد، نه تصویری قطعی و نهایی، بلکه تنها نشانه‌هایی می دهد تا ذهن انسان به سوی مفهومی فراتر از تجربه دنیوی حرکت کند. این روش خود نوعی هدایت است. هدایت ذهن از محسوسات به سوی معنا. اما همانطور که این آرامش ادامه دارد، سوره ناگهان بار دیگر به یادآوری یک حقیقت بنیادین باز می‌گردد. همه این نعمت‌ها، همه این زیبایی‌ها، همه این وعده‌ها در نهایت از یک منبع واحد سرچشمه می‌گیرند. هیچ چیز مستقل نیست، هیچ چیز تصادفی نیست. در اینجا مخاطب بار دیگر با پرسشی روبرو می شود که دیگر تنها یک سؤال ساده نیست، بلکه تبدیل به یک آینه می شود. آینه‌ای که انسان را وادار می کند خود را در برابر تمام این نشانه ها ببیند. در بخش پایانی سوره، فضای کلی روایت به اوج خود می رسد.
تصویر نهایی از جهان تصویری است که در آن همه چیز به سوی پایان خود حرکت می کند. نظام آفرینش با تمام عظمتش روزی دگرگون خواهد شد و در آن روز تنها حقیقتی که باقی می ماند حقولت ارتباط انسان با پروردگارش است. در همین لحظه است که سوره الرحمن به نقطه‌ای می‌رسد که بسیاری از مفسران آن را یکی از عمیق‌ترین پایان‌های قرآن می‌دانند. پایان سوره نه با تهدید بسته می‌شود و نه با وعده صرف، بلکه با تأکیدی بر عظمت و پایداری ذات الهی پایان می‌یابد. گویی تمام آنچه گفته شد مقدمه‌ای بود برای یک حقیقت ساده اما بی‌نهایت بزرگ. همه چیز فانی است جز وجه پروردگار. در طول تاریخ این سوره در میان مسلمانان جایگاه ویژه‌ای پیدا کرده است. نه تنها به دلیل محتوای آن، بلکه به دلیل تأثیر عاطفی و روحی آن بر شنوندگان. در بسیاری از نقل‌ها آمده است که حتی کسانی که معنای کامل آیات را نمی‌دانستند، هنگام شنیدن آن نوعی آرامش و در عین حال لرزش درونی را تجربه می‌کردند. لقب عروس قرآن نیز در همین بستر شکل گرفته است. لقبی که نشان دهنده زیبایی ساختاری، هماهنگی آیات و تأثیر آیه عمیق این سوره بر کافنهاست. هرچند درباره منبع دقیق این نام اختلاف نظر وجود دارد، اما آنچه مسلم است جایگاه ویژه‌ای است که این سوره در فرهنگ اسلامی پیدا کرده است. در نهایت سوره الرحمن تنها یک متن نیست، بلکه تجربه است از مواجهه انسان با مفهوم رحمت، عدالت و حقیقت وجود. از آغاز تا پایان این سوره یک پیام را بارها و بارها تکرار می کند، اما واربار در سطحی عمیق‌تر. اینکه هیچ نعمتی در این جهان بی هدف نیست و هیچ انسانی بدون پاسخ نخواهد ماند.